بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز شروع میکنیم درس تفسیر راه. امروز همراه شما درباره سوره بلد صحبت میکنیم. بلد یعنی شهر یا کشور هم میگویند، یعنی جای زیست، سرزمین زیست. و پروردگار این سوره رو هم با قسم شروع میکند و سوره بلد خواهران عزیز سوره مکی می باشد، یعنی در مکه نازل شده است. پروردگار در آیت یکمش میگوید لا اقسم بهذا البلد، من قسم میخورم با این شهر، یعنی با شهر مکه. و چه خیلی بارها گفته گذاشتیم به هر چیزی که الله قسم میخورد اون قدر و منزلتی بالا دارد. پروردگار قسم میخورد با شهر مکه و وقتی میگه لا اقسم بهذا البلد، لا یکی اینجا یعنی در زبان عربی معنیش نه هست، یک حرف زایده هست، یعنی زیادی هست، معنیش نه و من قسم میخورم به شهر مکه یا من قسم میخورم با این شهر میگوید. و قسم خوردن الله با شهر مکه چگونه که میدانیم مکه مقدس ترین مکان در روی زمین است، از اینکه قبله مؤمنان می باشد و مکه اولین خانه که یعنی در روی زمین برای عبادت آفریده شده است در مکه است. و این چنین مبارک بودن مکه و گفتیم این شهر منزلتی بالا داشتنش باز هم با تولد پیامبر در اینجا و بزرگ شدن پیامبر در اینجا زیادتر می شود. مکه خودش مکانی حرام بود، یعنی در آنجا کارهای گناه کردن عموما نظر به دیگر شهرها نگاه کرده گناه زیادتر و حتی چه خیلی که در قصه فیل خوندیم میدونید که این شهر کسی که به اینجا هجوم کرده بود مثل ابرهه، پروردگار خودش از نزد خودش با لشکرهایش نابود کرده بود و با آمدن پیامبر شرف این کشور یا شرف این شهر، عزت این شهر باز هم افزوده شد. و در دوامش الله میگوید و انت حل بهذا البلد، و ای پیامبر صلی الله علیه و سلم تو حل یعنی حلال هستی در این شهر. معنای حل بودن یا حلال بودن چند معنا دارد. یکی از معنایش این است که ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد که مشرکین در این شهر مبارک مقدس دست به گناه میزدن، تو آمدی و با پرستش الله یگانه، با کردن عملهای صالح این شهر رو پاکیزه ساختی. یعنی تو با عملهای حلالی که الله از آن راضی هست، بعد از آلوده کردن این شهر با گناههای مشرکان این شهر رو باز پاکیزه ساختی. یکی از معنایش این است که ای محمد صلی الله علیه و سلم کارهایی که کردنش در این شهر حرام است از جمله کشتار و خونریزی برای تو الله یک ساعت حلال میکند. و این گویا از آینده خبر دادن الله به پیامبرش است که ای پیامبر الله امروز آن عذابهایی که تو از دست مشرکین به خاطر دینت، به خاطر دعوت کردن به سوی الله میکشی، روزی میرسد که در همین شهر برای تو حلال میگردد که این مشرکان را بکشی. و در این شهر روز مرسد که اینقدر قوی میگردی که بر ضد اهل این شهر، بر ضد مشرکین این شهر تو جنگ اعلان میکنی. یعنی یک تسلیت الله و یک از آینده گفتن الله هست که الله میگه ای پیامبر روزی میرسد که این شهر برای تو حلال می شود که تو می توانی خون این مشرکینی که علیه تو امروز می جنگند و اذیت می کنند و اصحاب تو را می کشند و گروه را بدرقه می کنند، گروه را در داخل اینقدر اذیت می کنند که برآمده شهر را ترک کنند، تو برایت حلال می شود که خون اینها را بریزانی. یعنی و انت حل بهذا البلد دو معنا دارد که یک معنیش چی است؟ تو ای پیامبر با گناه بعد از گناه ها در این شهر افزودن و مشرکین به گناه ها دست دادن، با عمل های ثواب و حلال این شهر را پر کردی. دیگر این است که روزی می رسد که به تو کشتن و خونریزی که در این شهر حرام است حلال می شود. و یکی از معنی های دیگرش هم این است که خواهران عزیز در این شهر یعنی هر گناهی که تو پیشتر کرده بودی حلال است. یعنی گناهایی که تو کرده بودی
بخشیده شده است. در دوامش الله میگوید و والیدی و ما ولد و قسم به پدر و فرزندانش. و اینجا اکثریت مفسرین به آن هستند که قسم به پدر به حضرت آدم و قسم به فرزندانش فرزندان حضرت آدم هستند که پروردگار در روی زمین بالاتر و محترمتر و زیباتر و با عقل‌تر از فرزندان آدم چیزی را نآفریده است. در دوامش الله میگوید انا این جواب قسم است. وقتی الله قسم خورد به مکه و قسم خورد به آدم و فرزندانش، الله میگوید لقد خلقنا الانسان فی کبد. این جواب قسمی الله است که الله میگوید ما در حقیقت انسان ها را در کبد آفریدیم. معنای کبد در شدت، در سختی، در کارهایی که باید همیشه به آن صبر کند و تحمل کند. یعنی پروردگار میگوید ای انسان ها، شما این را قبول کنید، ما شما را همین گونه آفریدم که همیشه بالای شما سختی ها می آید و همیشه باید شما تحمل کنید. انسان از روزی که به دنیا می آید چه خیلی می داند از بریده شدن نافش، بعداً از جدا شدن از شیر مادر، بعداً دندان برآوردن کودک، بعداً خزیده و افتیده راهروی کودک، بعد که کمی بزرگ شد مسئولیتی خود را از جهت مادیات شرایطش را مهیا کردن، بعداً فراق از خویش و تبار، بعداً بیماری، مرگ، یعنی مصیبت بالای مصیبت یا گفته مشکلی بالای مشکلی می آید. و الله در این آیت میگوید لقد خلقنا الانسان فی کبد، به ما و شما میخواهد که بدانیم که دنیا همین گونه است. وقتی که از مصیبت ها شکایت میکنیم، وقتی که از بیماری ها، از مرگ، از سختی های روزگار، از غمبغلی، از مهاجرت شکایت میکنیم، یقین بدانید این چیزها یا این مشکل ها به سر تمام فرزندان آدم می آید. چون ساخت دنیا همین گونه است. دنیا را الله برای راحت نآفریده است که شما بیمار نشوید، سختی نبینید، طلاق نبینند بعضی‌ها، یا دوری از خویش و تبار نبینند. نه، انسانیت همین گونه ساخته شده است که همیشه باید مصیبت های بالای سرش می آمده و مشکلی هایی که بالای سری او می آید، یعنی به اینها باید صبر کند و تحمل کند. برای همین گونه دنیا رو وقتی ما قبول کردیم خیلی برایمان زندگی آسان می شود. دنیا برای راحت نیست. هر کسی که میگوید من در دنیا فقط راحت دیدم دروغ میگوید. همون ختنه و ناف بریدن و خیلی گفتم از شیر مادر جدا شدن و این طرف و آن طرف رفتن و درباره فرزندت بیمار شدن و زن و شوهر مشکلی ها و گرسنگی، اینها همش مشکلی هستن. همه فرزندان آدم این رو میکشند، اما نجات یافته همانی هست که این مشکلی ها رو میداند که خیلی زود میگذرد، چون دنیا خودش خیلی زود میگذرد و برای صبر میکند، تحمل میکند، برای مشکلی ها رو شکست دادن حرکت میکند، نه اینکه شکست خوردن. اگر گفته من تا به طاقت مشکلی ندارم، تا به طاقت سخنهای بد مردم رو ندارم، تا به طاقت تحقیر و مسخره رو ندارم، شما شکسته شدید. برای اینکه اینها هم نمود از نمودهای مصیبت است که خواستیم و نخواستیم سر ما می آید و ما باید با این مصیبت ها همیشه مقاومت کنیم، تحملش کنیم و با کمک پروردگار رب العالمین می توانیم بالایش پیروز برایم. برای همین می بینید که یگان نمود مشکلی نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکشیده باشند. چه خیلی که گفتیم از گرسنگی و فقر و حتی شرط خوردن و تحقیر شدن و تهمت شدن، مرگ همسر و مرگ فرزند و مرگ نبیره و بیماری و شکست و همه اینها را پیامبر در زندگی چشیدن تا که در زندگیشان برای من و شما الگوی باشد. پس این حقیقت دنیاست. این حقیقت را باید به فرزندان هم بیاموزیم و خود هم قبول کنیم. دنیا جای راحت نیست، دنیا جای مشقت است و الله خود میگوید لقد خلقنا الانسان فی کبد. در شدائد، در سختی، در مشکلی ها هستید شما، و این باید صبر کنید. یعنی این آیت چی هست؟ حقیقت دنیا رو به ما میگوید که دنیا همین گونه است و وقتی نفرهای یا هر کسی که
گویا که انسان هایی که پیش از ما بودن زندگی خوب داشتند فکر میکنید، یقین بدانید هیچ عصر و زمان نیست که از این کبد و سختی و مصائب و مصیبت ها خالی باشد. هر امت، هر قوم، هر ملت در جای خود برای خود مناسب سختی ها دارند. چه سختی هایی که بر همه مردم را در بر میگیرد، چه سختی هایی که هر یک انسان به خود خاص دارد و چه خیلی گفتم نباید شکسته شد و از الله کمک طلبان به این مصیبت ها ما باید غالب برایم و دنیا را همین گونه قبول کنیم که دنیا جای دم گرفتن و جای استراحت کردن و عیش و عشرت نیست. استراحت ما در جنت است. در دوامش الله میگوید ایحسب ان لن یقدر علیه احد. آیا انسان گمان میکند که کسی او را برای گناهایش جزا نمیدهد؟ کسی قادر نیست که به بد کرده های او سزا بدهد؟ نه، اصلا گمان نکن ای گناهگاری که به گناه دست میزنی، ای ظالمی که ظلم میکنی، ای نفری که امروز در دستت قدرت است یا تو بالای کمی از مردم سرداری داری، که کسی بالای تو سرداری یا گفتیم کسی تو را جزا داده نمیتواند. الله میگوید ایحسب ان لا یقدر علیه احد. این گونه انسان های ظالم و گناهگاری که ضد الله می جنگند یا نترسیده به گناه دست میزنند، گمان میکند کسی به آنها جزا نمیدهد. کلا، پروردگار بالای او هست، فقط الله به بعضی ها مدت فمهل الکافرین امهلهم رویدا میگوید، به بعضی ها بعضا الله مهلت میدهد. در دوامش میگوید یقول اهلکت مالا لبدا. انسان های هستند که میگویند ای من خیلی پول مال زیاد خرج کردم. بعضی مسلمان ها هم میگویند در حالی که خرجشان برای ریا هست و حدیث مشهور را میدانید که روز قیامت نفری که میگوید من خیلی صدقه کردم، پروردگار میگوید تو صدقه کردی تا که مردم تو را همچون سخاوتمند بشناسند، تو برای من صدقه نکردی، تو به خاطر الله نکردی. الله اینجا میگوید یقول اهلکت مالا لبدا، من خیلی مال ثروت زیادی خود را صرف کردم. و بعضی ها حتی در زمان پیامبر و در زمان حاضر هم انسان های هستند که میگویند اهلکت مالا لبدا، من برای خانه پول زیاد صرف کردم، من برای تویم پول زیاد صرف کردم، من برای نمیدونم یگان کارهای خرید ماشین و خرید چیز دیگر پول زیاد صرف کردم. از این میفخرند، در حالی که اون پولهایی که تو برای فخر و خودنمایی خرج کردی و جز آتش جهنم چیزی نمی شود. یعنی با این خرج هایی که تو به خاطر ریا کردی یا به خاطر حیات و معیشت دروزه بد کردی، اصلا از آن فخر نکن که هیچ ثوابی ندارد، بلکه از آن پرسیده می شوی، بلکه از آن مولد پرسیده می شوی. یا اینکه آنهایی که به خاطر گناه پول صرف میکنند برای حمایه یا دستگیری کردن این یا آن رقاصه و این یا آن سراینده، برای دستگیری کردن بعضی از مثلا خودنمایی و بدعت و ریاکاری و نمیدونم جشن نوروز و جشن سال نو دیگر که با این فخر کرده خیلی میگوین اهلکت مالا لبدا، ما خیلی پول زیاد صرف کردیم که خیلی برای خود جایهای وسیع‌تر و عذاب سوزان‌تر رو در آتش با این میخرند. در دوامش میگوید یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد. مگر گمان میکند که کسی او را نمیبیند؟ به کجا پول صرف کرده ایستاده است؟ یعنی وقتی اینقدر فخر میکنی که من به این و به آن صرف میکنم، گمان میکنی الله ندیده ایستاده است که با آن پولهایت چی کار کرده ایستاده ای، چی را خریده ایستاده ای؟ الله دیده ایستاده است. به هر یک خرج خود در نزد پروردگار جوابگو هستی. در دوامش الله میگه الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. سبحان الله. الله میگه مگر من برای شما دو چشم ندادم؟ کیست که از مخلوقات برای شما چشم بدهد؟ همون اللهی که تو را بینا ساخت به تو دو چشم داد. و البته درباره چشم خود هم خواهران عزیز باید زیادتر فکر کنیم و جستجو کنیم که معجزه بر علای الله هست چشم انسان و چشم حیوان ها، که هر یک حیوان دیدنش گوناگون است. یگانه
از مخلوقات یگانه انسان است که کاملا به هر رنگ و به هر ذره همه چیز را دیده میتواند. دیگر حیوان ها بعضیشان رنگ سرخ را نمیبینند، بعضیشان فقط سیاه و سفید میبینند، بعضیشان همه چیز را لرزان میبینند، بعضیشان چند تا میبینند. مثلا زنبور عسل و پشه و اینها تا 200 تا چشم دارند، چشم های میده میده. و الله وقتی میگه ما مگر برای تو ای انسان 2 چشم ندادیم، این خود یک معجزه الله هست. و میگه و یک زبان و 2 لب، و یک زبان و 2 لب. اینجا حدیث آوردگی هستن امام قرطبی خواهران عزیز، اگرچه حدیث رو ضعیف میگن ولی معنیش خیلی و خیلی حقیقی هست و به من و شما به کار هم می آید. الله به فرزندان آدم در حدیث میگوید، حدیث قدسی است اما خیلی گفتم سندش رو در کتاب ضعیف گفتگی هستن. وقتی که زبانت خیلی زیاد گفت، وقتی نمیتوانی با زبانت چیکار کنی ای فرزندی آدم، ای انسان ها، وقتی زبان شما درازی میکند و زبان شما چیزهای میگوید که شما فکر کرده میمانید که چرا گفتم، آخر من برای شما 2 طبق دادم میگوید، 2 حمایه‌گر، یکی از بالا یکی از پایان، 2 لب، با 2 لب ها زبانتان را بپوشید. یعنی یک زبان دادم و 2 لب دادم یا 2 کام دادم که شما او را دستگیرش کنید. چرا وقتی که زبان شما به هر چیز آلوده می شود، با آن 2 حمایه‌گر یا 2 لبی که برای شما دادم با آن محکمش نمی کنید. و وقتی که چشم شما به اینجا و به آنجا نگاه می کند، به حرام کرده های الله نگاه می کند که اکثریت انسان های مؤمن وقتی چیزی حرام می بینند قلبشان ناراحت می شود، خود از خود نفس پاکیزه آنها از این گناه ناراحتی می کند. الله میگه وقتی چشمت به چیزهای حرام نگاه کرد و ضد خواسته دل تو هست، ضد ایمان تو هست، چرا با اون 2 طبقه که دادم پنهانش نمیکنی؟ یعنی بالای چشم و پایان چشم، خیلی میدانید میشگانه های بالا و میشگانه های پایان هستند که چشم رو محکم میکنن، یا میگویم قواق بالا و پایان. چرا میگوید با این 2 حمایه‌گر چرا پنهان نمیکنی؟ یک چشمت را با 2 چیز میتوانی بپوشی، یک زبانت را با 2 چیز میتوانی بپوشی، چرا با هر 2 این نمیپوشی؟ و الله میگه الم نجعل له عینین و لسان و شفتین. من نیستم که برای شما زبان دادم، برای شما چشم دادم، اما زبانتان را در جایش استفاده کنید، چشم را در جایش استفاده کنید. نه من زبان خود را اداره کردن نمیتوانم، نگو اداره کردن میتوانی. الله برای تو 2 طبق داده است، 2 حمایه‌گر داده است که بپوشی. چشم خود را نه، چشمت را پوشیده میتوانی. و هدیناه النجدین، و ما برای انسان 2 راه نشان دادیم. فالهمها فجورها و تقواها، در درس پیشتر گفته بودیم که الله برای انسان 2 راه نشان داد، یک راه خیر، یک راه شر، و انتخابش را هم انسان میکند. آره به خواست الله میکند، اما معنیش این است که الله تو را مجبور میکند و به راه گمراهی میماند. به تو الله 2 راه نشان داد، اختیارش را هم به دستت داده است که اختیار کن، یکی راه بد رو، یکی راه نیک رو. الله میگوید و هدیناه النجدین، 2 راه را برای شما نشان دادیم. پس راهی که شما را به سوی هدایت میبرد آشکار است، راهی که به طرف ضلالت یا گمراهی میبرد آشکار است که شما راه خود را انتخاب کنید. و اینجا خواهران عزیز الله وقتی میگوید من برای شما مگر چشم ندادم، زبان ندادم، در دیگر آیت ها برای شما دل ندادم، یعنی معنیش این است که همان اللهی که برای تو چشم و گوش و زبان و این نعمت ها را داد قادر است که از تو بگیرد، و قادر است که تو را پس از مرگ زنده کند، و قادر است که در یک لحظه نابودت کند. از الله بترس. قدرت های الله در تو عیان است، قدرت های الله در جسم ما. و فی انفسهم میگوید الله، آره، و در نفس خودتان، در نفس شما قدرت های الله در، یعنی از کجا من و شما چشم ساخته می توانیم، زبان ساخته می توانیم، روح ساخته می توانیم، انگشت ساخته می توانیم، دندان ساخته می توانیم. اینها را الله برای ما داده است و می تواند نیست کند
و میتواند بگیرد و میتواند پس از مرگ ما را زنده کند. به خود باید بیاییم که چقدر پروردگار قدرتمند داریم و چقدر خودمان انسان‌های ناسپاس و این چنین انسان‌هایی هستیم که درباره قدرت پروردگار خیلی کم فکر میکنیم. در دوامش فلقتحم العقبه، فلقتحم العقبه. الله میگوید با آن پولهایی که به اینجا و به آنجا خرج کردی، کاش تو آن پولها رو خرج میکردی و از عقبه میگذشتی و از عقبه میگذشتی. معنای عقبه که الله اینجا میگوید کاش تو از عقبه میگذشتی و راههای از عقبه گذشتن را نشان میدهد. یک معنای عقبه خواهران عزیز عذابی روز قیامت هست، یعنی خود را از عذاب قیامت، از آن فتنه های قیامت نجات میدادی. یک معنایش پل صراط است. کاش تو ای انسانی که پول های خود را به اینجا و به آنجا صرف میکنی، با نفقه کردن در راه الله خود را از پل صراط نجات میدادی. یک معنای دیگرش آتش جهنم است، از آتش جهنم. معنای دیگری مشهورش کوه هست که در جهنم در اینجا آوردن که برآمدن به آن کوه 3 سال و فرآمدن از آن کوه 3 سال است. یعنی اینقدر کوه بلند است در جهنم، کوه سوزانه که مسیر برآمدن و فرآمدنش 3 سال و 3 سال 6 سال وقت میگیرد. شما ببینید که چقدر بلند است. و الله میگوید کاش شما ای انسان ها و جای در این دنیا اینقدر فخر و خودخواهی و اسرافکاری با پول و مال خودتان از آتش جهنم و از پل صراط و از عذاب آخرت خود را نجات دادن را فکر میکردید. در دوامش میگوید فلقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه. و تو چی میدانی که نجات یافتن یا گذشتن از عقبه چگونه است؟ وقتی الله میگه کاش شما خود را از آتش جهنم، همون عقبه چه خیلی گفتیم آتش جهنم یا پل صراط است، از اون نجات میدادید. الله در دوامش میگه و ما ادراک ما العقبه. و تو چی میدانی که چگونه انسان خود را از آتش جهنم نجات میدهد؟ دوامش میگه فک رقبه. یکم راهش این آزاد کردن غلام است، یعنی آزاد کردن اسیره، که البته در زمان حاضره الحمدلله اسیر یا غلام، اسیر باشد هم غلام نیست، یعنی دوره غلامداری تقریبا 100 سال زیادتر تمام شد و دیگر غلامداری نیست. اما بالاترین عمل حتی پیش از صدقه خواهران عزیز در وقتش این تحریر رقبه بود، یعنی یک نفر رو آزاد کردن از غلامی بود که چقدر در اسلام گناهایی هست که کفاره آن نجات دادن یک انسانی در بردگی بوده می باشد. یکی الله میگوید فک و رقبه، یعنی یک راه نجاتش چه است؟ آزاد کردن اسیر یا اینکه آزاد کردن غلامه. وقتی میگه و ما ادراک ما العقبه، این رو گفتیم فک و رقبه، یک راهش چی؟ یک راه خودت را از آتش جهنم نجات دادن، از پل صراط گذشتن. این چی هست؟ آزاد کردن غلام می باشد. و در دوامش الله میگوید او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا اینکه در روزهای گرسنگی خوراک دادن یتیم خوراک دادن بیچاره می باشد. خواهران عزیز، یکی از عملهایی که ثوابش را پروردگار گشته و برگشته در قرآن به ما میگوید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یا اینکه او در اینجا او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یعنی به انسان‌های گرسنه خوراک دادن است. در ما الحمدلله در تاجیک‌ها خوراک دادن وجود دارد، اما ما خیلی وقتها خوراکمون رو فقط با انسان‌های سر می‌خوریم، یعنی انسان‌هایی که شرایط خوب دارن، انسان‌هایی که در اطرافمون هستن، اما فکر نمی‌کنیم که فلانی گرسنه هست. یا مثلا در مصر خودم بار شاهد بودم که پدر همراه پسرش در ایستگاه قطاره، وокзал میگن یا وокзал میگن با روسی، در ایستگاه قطاره اینجا و آنجا خوراک تقسیم میکرد، چون میدونست که اینجا مسافرهای گرسنه زیاد هستند. مسافرهای گرسنه زیاد هستند، مخصوص خوراک پخته برده بود به ایستگاه که همه رو دیده که از چهرهش مسافران معلوم هستند میداد. ما عزیزان خواهران عزیز، علل خصوص زنها که آماده کردن مهمانی در دست شما است،
آراستن دسترخوان در دست شما هست. نگذارید که خوراک شما را فقط انسان‌های سیر خورند. با خویش و تبارت خوراک خوردن ثواب دارد. این صله رحم است. با مسلمان‌ها، با مؤمن‌ها، با اهل تقوا صدا کرده، دعوت کرده خوراک خوردن ثواب دارد. پیامبر و صحابه ها دعوت میکردن، اهل مدینه دعوت میکردن، حتی پیامبر همراه همسرشون حضرت عایشه هم میرفتن. ولی اون یعنی طعام دادنی که شما باعثی یا سبب نجات من و شما از آتش جهنم می شود، این طعام دادنی هست که مایان بدهیم به گرسنه، و گرسنه هایی که ما میدونیم که این مردم نیاز به خوراک دارند. میدونید که چقدر کمبغلان هستند، خواهد نخواهد پیدا کرده میتوانید. حتی ثروتمند باشد هم در مسافری بعضی ها به گرسنگی دچار میشوند و این چیز رو باید گشته و برگشته به خود بگوییم که آیا ما در حیاتمان مخصوص گرسنه را سیر کرده ایم؟ مخصوص یعنی به مهمانی و به معرکه و به صدا کردن به خانهمون، به دعوت مخصوص یک گرسنه را به خاطر الله که طعام دادن به گرسنه سبب نجات ما از عقبه یا از آتش جهنم و پل صراط گذشتن می شود کرده ایم یا نه؟ حتما این سوال رو بدید. مخصوص خوراک پختید برای یک بیچاره، برای یک کمبغل، این رو کرده ایم یا نه؟ و الله چی میگه؟ یکی از راه نجات شما اطعام فی یوم ذی مسغبه، طعام دادن است در روزهای مسغبه. مسغبه سغب یعنی گرسنگی. انسان بعضی روزهای است که همه گرسنه‌اند، میدونید سالهای جنگ و چیز دیگر. بعضی انسان‌های هستند که همه روزشان گرسنگی هست، چه از همسایه هم او باشد، چه از نفر ارتش، یا گفتیم برادرانی که به صف ارتش رفتن، یا گفتیم سعادت ها به گفتی روزها. شما وقتی میدونید که در جای آدمی گرسنه است، به خاطر الله خوراکش دهید تا که از جمله نجات یافتگان باشیم. الله میگه یتیما ذا مقربه، و این چونین کمک کردن و نفقه کردن به یتیمی که خویش و تبار تو هست. ذا مقربه از خویشاوندان تو می باشد، یعنی به یتیمان کمک کردن. در پیشترم در بارش گفتیم ثواب زیاد دارد و همنشینی پیامبر رو برای شما کفالت میدهد. اما یتیم خویش شما باشد، به او زیادتر کمک کنید. که مسکین و بیچاره خویش ما باشد، باید اولا به او کمک کنیم. او مسکینن ذا متربه، یا به یک مسکین و بیچاره که صاحب خاک است، یعنی هیچ چیز ندارد به جز خاک، هیچ چیز ندارد. به یتیم و به مسکین و به گرسنه ها کمک کنید، تا اینکه پروردگار چی میگوید؟ راه نجات شما از مسغبه این می باشد. در دوامش الله میگوید ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اما آزاد کردن اسیر، طعام دادن به گرسنه، کمک کردن به یتیم، کمک کردن به مسکین، زمانت رو از آتش جهنم نجات میدهد اگر تو ایمان داشته باشی. ثم کان من الذین آمنوا، اگر ایمان نداشته باشید، شما یگان ثواب شما، یگان عمل هایی که شما اگرچه مردم رو با آن نجات دادید، مثلا اکتورها یا گفتیم بازیگران فیلم هایی که به این و به آن خیر میکنن، یا فوتبالیست هایی که خود کافر هستند و مثلا جمعیه های خیریه و یتیم خانه و چیزها دارن، هیچی برایشون فایده ندارد، در اونها رو از آتش جهنم نجات نمیدهد، اگرچه درجه عذاب در جهنم رو برایشان پایان تر کند. الله میگه از شرط این که با عمل های صالحت که الان گفتم تو رو از آتش جهنم نجات دهد، این است که تو ایمان داشته باشی. برای همین الله چی میگه؟ و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله. به خاطر آن که آنها به الله و به پیامبر کافر بودند، نفقه های آنها، خیر و ثواب آنها قبول نمی شود. نفقه های آنها را، قبولش را من کرد کفر آنها. الله میگه ایمان اولا هست برای اینکه این خیرات را بکنی و از جهنم نجات یابی. و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. بعد از ایمان داشتن اهل فساد نباید باشید. چقدر صدقه کردی، خیر کردی و فسادکار هستی، تو اصلا با آن عملهایت خودت را نجات نمیدهی. حتما برابر ایمان داشتن دیگران را به صبر دعوت کنیم. صبر در راه الله، صبر در راه عبادت، صبر در مشکلی های عائلوی، صبر در برابر مصیبت و بلاها.
چقدر کم هستند خواهرانی که یک نفر پیششان شکایت کرده آمد به او از صبر بگویند. نه، ما به جای اینکه به یک نفر از صبر بگوییم و تواصل بالصبر باشیم، برعکس هستیم، به بی‌صبری زیاد دعوت میکنیم. نه نه نه، تو هم بگو، تو هم زبانت رو، تو هم دهان داری، تو هم حق داری، تو هم حقت رو طلب کن. خیلی زیاده. نه، عکس مومن رو الله اینجا صفت مومن چی است؟ تواصل بالصبر، یکدیگر رو به صبر دعوت میکنن. اما نه صبری که تو رو تحقیر کند از درجه انسانی تا حیوانی و از آنم پایانتر خاک سیاه کند. نه، صبری که با اون صبر تو می توانی پیروز شوی، با صبری که تو می توانی آینده موفق شوی، با صبری که می توانی بعضی ها رو بشکنی. اما نه همون صبری که، یعنی صبر هم مرحله خود رو دارد، صبر هم جای خود رو دارد. نه به همه چیز صبر کرده می شود. یعنی چیزهایی هست که نباید صبر کنیم، ما باید با آن مبارزه بریم. اما در برابر مشکلی هایی که بجز صبر یا گفتیم یگانه صبر میتواند ما را در آنجا نجات دهد، باید همدیگر را به صبر دعوت کنیم. به صبر دعوت کنیم در عبادت الله، در مسئله درس خواندن، در مسئله معامله با خویش و تبار که از خویش و تبار خود دستکشی نمی شود. و تواصوا بالمرحمه، و یکدیگر را به رحم دلی دعوت میکنند. قصاص نگیر، مهربان باش. سختگیری نکن، مهربان باش. تو رو تهمت کرد از اهل خانواده خودت هست، تو چشم بپوش، ببخش، فعفو واصفحوا، ببخش و فراموشش کن، مهربان کن، مهربان باش. یعنی الله چی میگوید؟ یکدیگر رو به صبر و به مهربانی دعوت میکنند. آیا به مهربانی کسی رو دعوت کرده ایم؟ آیا به صبر کسی رو دعوت کرده ایم؟ آیا برای کم بغل خوراک پخته برده ایم؟ این کارها رو نکرده. ما اینقدر امروز از ایمان خود، یا گفتیم از اینکه ما خیلی مهاجریم و اجری جهاد در ما هست و ما اینیم و ما آنیم صحبت میکنیم. خواهران عزیز، وقتی که شما کسی را به مهربانی و کسی را به صبر دعوت کردید، یقین بدانید در قلب او جای می شوید. شما دنیا را با این گونه نصیحت ها آباد میکنید، خانه ها را آباد میکنید. چه خیلی گفتم به بیرحمی دعوت های ما زیادند، به بی‌صبری دعوت ما زیاد است. اما وقتی مسئله صبر و مهربانی می آید، شیطان هم به ما اجازه نمیدهد. صفت مومن چی است؟ یکدیگر را به صبر و به مهربانی، به فرزندت مهربان باش، به همسرت مهربان باش، به اطراف مهربان باش، خوشبین باش به مؤمنان. این گونه باید باشد. در دوامش میگوید اولئک اصحاب المیمنه، انا این انسان ها اصحاب میمنه هستند، نامه اعمال آنها از طرف راستشان داده می شود. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، اما آنهایی که کافر هستند به آیات های ما، آنها نامه اعمالشان از دست چپشان روز قیامت داده می شود. علیهم نار مؤصده، و بر بالای آنها آتش شعله‌ور هست که در جهنم ابدالآباد خواهند سوخت. این است خواهران عزیز سوره بلد که الحمدلله به پایان رسانیدیم. الله نصیب کرده باشد دوام سوره ها را درس دیگر